ماشین ایرانی که قیمتش به شدت پایینه، آپشناش از بنز و بی ام بیشتر و قدرت و مقاومتش از تویوتا بالاتر، قیافش هم شیک و مدرنه. داریم راجع به P90 یا همون L90 ایرانی صحبت میکنیم که قیمت باور نکردنیش آخر ویدیو بهتون میگم. زیر کاپوتش یه موتور 1600 سی سی با 120 اسب بخار گذاشتن که قدرت خوبی میده. از نظر امنیت 4 ستاره ایمنی رو گرفته، درست مثل L90، با این تفاوت که دیگه مثل L90 سری چپ نمیکنه و ایرادشو برطرف کردن. آپشناش هم که فوق العاده، فرمون برقی و دیکال، صفحه کیلومتر دیجیتال، سنسور نور و بارون، سنسور فشار باد تایر، مانیتور، دوربین عقب و کلی آپشن دیگه. حالا میرسیم به قیمت. شاید با خودت بگی قیمتش تقریبا باید اندازه تارا و شاهین طرفای 800 900 میلیون باشه، اما طبق صحبتایی که شده با قیمت 500 تا 550 میلیون به بازار میاد و اگه کیفیت L90 رو حفظ کرده باشه میشه جزء پرطرفدارترین ماشینا. من که بعدم نیومد. اگه تو هم مثل من باهاش حال کردی لایکو بزن، این پست رو هم بفرست برای اونی که میخواد ماشین بخره.